سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیوی جدید با نسیم و مهران. امیدواریم هر جا که هستین حالتون خوب باشه و لباتون خندون. خب رسیدیم به سری مورد علاقه من و همچنین تو. آره. از اینجا بعد دیگه چیپس های تندمون شروع شد. همونطور که گفتم درجه بندی میریم بالا. تا چقدر؟ نمیدونم خودم. اولیش چیپس هات اند اسپایسی، همون تند معمولیه که فکر میکنم که خیلی نباید تند، یعنی فکر میکنم نه قبلا خوردم، از این زیاد خوردم، تند نیست خیلی. آره و جالبش به اینه که این سریش بازم روی فلفل للمه‌ای میده. خیلی تندی ملایم و تندیش خیلی ملایمه. برای کسایی که کلا تند نمیخورن نه ها تنده. آره نه تنده. بدبخت شدم رفت. فکر کنی این الان تند نیست. اونایی که تو گرفتی نمیدونی چی هن. 35 33 عسل تند. چه بویی میده؟ بوی عسل تند میده. نه بوی نمیدونم، تو بهتره حس بویاییت. چه بوی خوبی میده، خیلی بوش خوبه. تندیشو دوست داشته باشم یا شیرینیشو؟ نه نیستمش. ولی چقدر ترد چیپسش نسبت به معمولی. خیلی شیرینه ولی تندیش هم همونقدر تیزه، یعنی تنده قشنگ اینجا داره میسوزه. ولی بامزه است، خیلی بامزه است. من بهش میدم 23. من بهش میدم 5. 5 داره هنوز میخوره. خب الان یه مجموعه رو قراره پشت سر هم بخوریم. آره نه سری هات. خب اینجاش نوشته کلا هات، این سری هاتشه. الان این خامه ترشه، یعنی خامه ترش تند. یعنی قرار با اینجوری توت بزنه از کلامون بیرون. اینجوری که عدسش تنده، دود از گوشاش زده بیرون. این سری هاتش درجه بندی داره. الان این تندیش 1 از 3. خامه ترش که من دوست دارم. اینم مثل همونه، این سری هاتش اصلا کلا اینجوری پفیه. بعد تندش باید خوب باشه. خوشمزه است. تندم است. خوشمزه است. یه جورایی ترکیب خامه ترش با فلفله یکم عجیبه. نه خوبه. ولی طعم باحالی داره. یعنی قشنگ ترشی و تندیه. 36 40 چیلی و لیمو. من چرا با ماست خوردم؟ منم شروع کنم. تو رو دیدم. خورد شد. مزه پوست لیمو میده بیشتر تا لیمو. میخواستم بگم اشتباهم پوست لیمو ریختم. با ماست بخورم به بار دیگه. تندیش خوبه ولی چرا تلخه؟ دقیقاً مزه پوست لیمو میده. لیمو سبزا. آره. اینو یادم رفت بگم، این تندیش 2 از 3. تلخه. داره دیگه، پوست لیمو تلخه دیگه نیست؟ نمیدونم، پوست لیمو رو نمیخوریم ما. پوست لیمو مزه پوست لیمو میده. نه با ماست بدتر هم میشه. آره دقیقا میخواستم بگم با ماست تلخیش 2 برابر شد. 8 آره به خاطر تندیش 11. اینم باز تندیش 2 از 3. دنده باربیکیویی، همون دنده کبابی با همین دنده کبابی دودی. این دیگه خیلی گوشته، این خیلی گوشته. قشنگ بوی چه بوده؟ بوی غذا میده قشنگ. افتضاحه.
مطمئنم که با ماستم از این بهتر نمیشه برم. چرا با ماست بهتر شد؟ واقعا میگی؟ آره. داری منو فریب میدی که نه من هیچ وقت تو رو فریب نمیدم. با ماست بهتره. آره بهتره دیگه. قابل تحمل تره. قابل تحمل تره. 1 2 خب قابل تحمل تره. 2 خیلی گوشته. اگه دلتون گوشت خواست بعد نتونستیم این گوشت بخریم ولی چیپس بود میتونین چیپس بخریم. این از همون دسته کاراییه که میگم اضافه کاریه. خب مثلا میگم اگه پرینگلز توی ایران هم بودش میزد با طعم کباب کوبیده مطمئناً اونم چیزی بهتر از این در نمیومد. با کباب کوبیده خوب میشه احتمالاً. آقا کباب کوبیده خودش به تنهایی توپ، ولی دیگه چیپس کباب کوبیده که مثلا خب ولی دیگه نمیتونی رو چیپس قرمه سبزی حرفی بزنی. رو چیپس قرمه سبزی نمیتونی حرفی بزنی. اگه لیمو عمانش زیاد باشه خوشمزه میشه. آره دیگه ولی پوستش یادشون باشه بکن. خب داریم به جاهای خطرناکتری میرسیم. این درجه تندی 3 از 3. پاپریکا با طعم پاپریکا فلفل دلمه‌ای. فلفل دلمه‌ای ولی تند دیگه. ولی قبلیه دنده کبابی تند نبود اونقدر. یا دهن من نه به نظر منم اونقدر تند، با اینکه درجه اونم باز مثل اون قبلیش 2 از 2 بود ولی با تندی اون نبود. آره. بو پاپریکا بو فلفل دلمه‌ای. تنده. الان فهمیدم. تنده. اولش که گفتی تنده من می‌خواستم بگم نه تند نیست. تنده. بعدش کم کم تنده قشنگ تنده. باله. فلفلش رو همونی بود که من خوردم. امکانش هست. ببین چون که به صورت مساوی مثل که پخش نشده همه جاش. نه مثل این ورش قرمز کاملا فلفلیه. مثلا این یه تیکه رو خالی گاز بزنی احتمالاً دقیقاً همین یه تیکه فلفلاش همین. اوه تنده. گفتم تنده. 42. دقیقاً بیشتره. من خواستم 42 بدم بشه. 42. من هم چیپس پنیر یعنی طعم پنیر دوست دارم، هم چیلی. اینم پنیر و چیلی. باید چیز خوبی باشه. به نظرم اصلا نمیشه که بد باشه. یعنی نه نمیشه. نمیدونم چرا ولی واقعا پنیر واقعا با چیپس خیلی مچه. آره. من عجله‌ای دارم تست کنم. اینم باز 3 از 3 دیگه. چه بوی پنیری. وای از اینجوری پنیره. بعد ببین با اینکه خیلی تنده ولی چقدر طعم پنیرش زیاده. با ماستش هم خوبه. خیلی خوشمزه است. خیلی. اگه تند میخورین پنیرم دوست دارین اینو تست کنین. این خیلی خوبه. یکی از خوباشه به نظر من تا الان. میخوام 50 بدم 50 نمیدم. من بین 49 و 50 داشتم با خودم کلنجار میرفتم. نه 2 تا جا میذارم 48. دقیقا منم داشتم برای همین میخواستم 50 ندم که چون هنوز 4 تا چیپس دیگه داریم. گفتم شاید یکی از اونها بهتر باشه. البته اون 4 تا دیگه فکر کنم دیگه زیادی تندن ها. یعنی احتمالاً 50 نمیشن دیگه. حالا 48 49. رسیدیم به سری هات وان. چقدر بوی تندی داره. رنگ عجیبی داره مثل یعنی سبزه. انگار کپک زده. تند و ترشه نه؟ تنده.
ناری خوشمزه. ما از چیپس قبلی تصمیم گرفتیم که چون خیلی دیگه از اینجا به بعدش دیگه خیلی تنده، بین هر کدومشون یه 5 دقیقه 10 دقیقه استراحت کنیم که چون آدم دهنش و زبونش و اینا سر میشه، مزه بعدی ها رو نمیفهمه، بتونیم مزه بعدی ها رو بهتر. من برات آماده کردم، میخواستم بخورم دیدم این با 10 دقیقه نمیره تندی. ولی چقدر خوشمزه است. ترشی و تندی این خیلی باحال میکس شده. آره دوستش داشتم. منم دوستش داشتم. 45 46. ما چرا به همه توندا رو اینقدر امتیاز بالایی داریم میدیم؟ خب بعد اون بازم هاتفان بارباکوا. درست خوندم؟ بارباکوا. من نمیبینم چی نوشته رو. چه رنگی باحالی داره؟ نه بنفش نه، ولی بایستا ببین سرخابیه. یعنی اینا دونه‌های فلفلن. نامردیه. اونی که برداشتی اولش خیلی کم بود. این کمه؟ اینو به نظرم این باید سبکش توی سبک چیز باشه، باربیکیو باشه، چون بوش بوی باربیکیو میاد. اینقدر بزرگ باز میزنی. من از ترسم از این شونه خورد. بذار نفس بگیرم. این خیلی خطرناک به نظر میرسه. یکم احساس بکنم مزه سماق میده. آره یه چیزی تو مایاست نه؟ راست میگه، یه ذره مزه سماق میده تاش. به نظرم قبلیه رو بیشتر دوست داشتم. منم بیشتر دوست داشتم. ترشی و تندی جالب بود. آره این فقط تنده به نظرم، هیچ چیز خاصی نداره. البته بوی گفتم که بوی باربیکیو میده، بوی دودی میده. 30 25 رفتیم چین. رفتیم دوباره چین. بعد چیپس دو تا چیپس بعدیمون، یعنی اینو بعدیش جفتشون از چینه. این هم رتبه بندی تندیش فرق میکنه، از 5 این الان 3 از 5، یعنی 3 همین که سایزشون کوچیک‌تره. آره جالبه. اینا 110 گرمیه، اون یکی آره میدونم که پرینگلز سایزهای مختلف داره، از این قدری داره تا حالا 2 برابر این معمولیایی که ما میگیریم هم داره، یعنی مثلا میزنه توی ادیشناش اونجوری داره، ولی اون کوچولوهاش هم هستن، نمیدونم 50 گرمه چند گرم. چینیاش درش راحت‌تر باز میشه، چسبش چینیه. چقدر خورده. از چین آوردنش تو خورد شده. خیلی کوچولوان. چقدر خورده. مینیه. آها این چیزه، چیلی لیمو خرچنگ سوپر هات. بوی بدی نمیده. نه برعکس این که چینیه بوی بدی. 3 بود گفتی؟ تون نیست. ببین به نظرم 3 اندازه اون یکی قبلیه، اون سری هاتش 2 از 3، نه 1 از 3 اونه. نه 1 از 3 اونه. میز اندازه هات اسپایسی هم تون نیست. مزه خرچنگ هم نمیده. یکم طعم لیمو داره، ولی این دفعه لیموشو با پوست نریختنه. چقدر طعمش ملیحه. آره خیلی ملیحه و خیلی کمه، همه چیش مزه‌اش کمه، همه ولی چیش خوبه. خیلی کوچولو طعم لیمو میده، خیلی کوچولو طعم چیلی میده. طعم خرچنگ نمیدونم، فکر نکنم. نه طعم خرچنگ نمیده. خرچنگ خوردی؟ خرچنگ نه نخوردم، ولی طعم دریایی میده. دیگه ای نمیده که بگم مثلا اوکی این طعم خرچنگ. نه من خوردم میگم نمیده. خیلی به نظرم نورماله، معمولیه. بد نیست ولی خیلی چیز معمولیه. 31 خوشمزه است. خب بچه‌ها یکی چیز جالبیه که ما نمیدونستیم چیه. اسپایسی کریفیش. چی بود؟ خارچنگ دادیم از تو ویکی‌پدیا دیدیم. خارچنگ یا مثلا خرچنگ آب شیرین که شبیه شامیگوه مثلا، ولی آب شیرینه. بعد این درجه تندیش 5 از 5. امیدوارم مثل قبلیه ناامیدمون نکنه. واقعا قبلیه که ناامیدمون کرد. خب این یکی حداقل خورد نیست. بوشو ببینم.
خیلی خیلی ادویه‌ایه. میدونم مثلا اون قبلی هم نوشته بود سوپر هات، ولی من همیشه فکر می‌کردم مثلا اینایی که چینی هم خیلی تند می‌خورن. منم همین فکر رو می‌کردم. چقدر ولی بوی آشناییه. اوکی بوی طعم میگو یه کوچولو میده. آره ولی بازم تند نیست. چیزه یه کم من این دوتا رو چون فکر میکردم که خیلی تند باشن به خاطر اینکه آسیایی هم فکر میکردم خیلی تند باشن گذاشتم آخر. ولی قشنگ بوی دریایی میاد و هرچی بیشتر میخورم خیلی بوی دریایی داره میده. ولی من دوستش نداشتم. نه اون طعم چیزشو طعم دریایی که نه رودخونه است آب شیرینه. منظورم همونه اون مثلا طعم ماهی و اینا از آب گرفتن بو گندیده میده. البته هنوز با ماست نخوردم. افتضاحه. نه میدونی هرچی بیشتر میخوری طعمش فرق میکنه. دمش بدتر میشه هرچی بیشتر. آره دقیقاً. الان فکر کنم 3-4 تا بیشتر خوردم یا 3-4 تا خوردم الان طعمش بدتر شده. 14. بگذره میاد. فکر کنم یه 2 تا دیگه بخوری امتیاز میاری پایین. آره هی داره میگذره. اولش می‌خواستم بهش 20 بدم الان شد 14. بگذره یه ذره دیگه مثلا ازم بپرسی میرسه به 3-4. جدی یه دونه گفتم شاید کمتر دادم بهش. واقعا اینجوریه به نظرم هرچی بیشتر بخوری بیشتر نه دیگه 4 تا بسشه دیگه. چیپسش هم خوب نیست به نظرم. یه حالیه نه؟ آره به نظرم حتی 10 هم بهش نمیدم. نه خب شاید به خاطر اینکه اینا از اونور اومدن اینجوری زمانمندی زیادی. چینیه. چیکار چین همه چی خوبم داره. آره خب نمیدونم. دنیا از چینه وای. خب ما امتیازها رو جمع زدیم. چیپس اول رتبه 1 پنیر تند. پنیر و چیلی. عالی بود. خیلی خوب بود. عالی بود. یعنی نه یار دیگه خیلی تنده. خیلی تنده داره. 96 امتیاز. رتبه 2 تا رتبه 2 داریم. آره. چیز با هاتفان ورده. آره. این دوتا با 91 امتیاز جفتشون رتبه دوم شدن. رتبه 3 ترافل سیاه با کره. خیلی خوشمزه بود. اینو بعد چجوری اصلا میشه فهمید که چی توش یعنی نوشته خودش؟ امیدوارم نوشته باشه. اوکی من میدونم تو الان بوش فهمیدی اصلا چیه؟ من میدونم چیه. اینجا که چیزی ننوشته من بگم. چرا پس من نمیدونم چیه؟ احتمالا شاید تهشه نکنه تهشه باید تا ته بخوریم. چقدر باحال میشه اگه تا تهش باید بخوری بدونی چیه. خب این مسخره الان کل تصورات منو به هم ریخت. فکر می‌کردم که الان اینو واضح کنی یه جاییش نوشته که چیه بعد تو میخوری حدس میزنی چیه بعد اونجا نگاه میکنی ببینی مثلا درست گفتی یا نه ولی اینطوری نیست. ما الان یکم سرچ کردیم تو اینترنت دیدیم که نه اینطوری نیست. این بعدن اعلام میکنه که این میستری فلیور سری سوپر ماریو چی بوده. الان یعنی ما نمیتونیم بفهمیم چی بوده. ولی واقعا خودت هیچ ایده‌ای نداری مثلا چه طعمی نزدیکه چه طعم غذایی میتونه باشه یا طعم چیزی؟ پیاز، سیر، هالوپینو، پاپریکا با فلفل لومه‌ای با چی گفتم ترشه. سرکه گفتم. خب من میگم پیاز و گوجه و پاپریکا و سیر و یه چیز دیگه بخوام بگم خام ترش. بیا بخونیم. اوکی هالوپینو داره توش، سیر داره توش، 2 تومن 1 مهران، گوجه داره توش، پاپریکا. اوکی 3 سرکه میشه؟ آره سرکه میشه. مطمئنی؟ آره 4 3 من برنده شدم. این چه مسخره بازیه. گفتم بوی سرکه میده یه چیز ترش میده. اصلا خوشم نیومد از این میستری واکس اصلا میستری فلیور. چرا؟ اصلا ایده خوبی نبود. من که نه بودم خود فرد بود. من باختو میپذیرم و تندترین چیپ دنیا رو میخورم. به من همین قدش که بیرونه رو میخورم دیگه 1/3 میشه.
نه نمیخواد، کمتر بخور. کمتر بخور. آره. چقدر تو مهربونی. من مهربونم. خب نه دیگه، آخه من 4-3 بردم، خیلی حق نیستش که تو یه سومشو بخوری. یک سومشو خوردی واقعا. وای ببینیم از گوشش دود در میاد. ببین هنوز میدونم هنوز خیلی به اون حد چیزش نرسیده، به حد اویلش نرسیده. نه اولش یه دفعه میره، ولی در کل خیلی باحاله که ماست میخوای؟ نه هنوز میخوام ببینم چقدر بدون ماست چقدر میتونم دووم بیارم. بذار من یکم چیز کنم با زبونم، چیزایی که لای دندونم رو بیارم بیرون که بعداً دوباره با زبونم چیز زبونم سر شد. میخواستم بگم که اصلا قابل مقایسه با اون یکی چیپس های تندی که خوردیم نیست. خب یعنی مثلا الان اینو زبونش داره سنگین میشه، من میتونم به عنوان مزه بخورم که اینو بشوره ببره. نه نکن این کار نکن. اینو ببرم. من نمیخوام به مهران بخندم، واقعا قصد و غرض بدی ندارم، ولی خب همرنگ لباسم شدن. آره دقیقا تقریبا داری همرنگ لباست میشی. گرمم شد. احساس میکنم سری پیش که خورده بودمش انقدر تند نبود. واقعا خوشحالم از اینکه فقط یه دونه است، میدونی؟ البته منم که یه دونه‌ش هم کامل نخوردم ولی نه کم کم داره چیز میشه، کم کم داره اوکی میشه. واقعا ماست نمیخوای؟ نه اصلا من اوکی هم. خیلی بده که میخندی. من به تو نخندیدم. چرا خندیدی؟ خندیدم؟ آره ویدیوش من شرمنده. مرسی از اینکه با ما بودیم با یه ویدیوی دیگه. به ما که خوش گذشت، امیدوارم شما هم چند تا طعم جدید بین طعمایی که ما تست کردیم پیدا کرده باشین که دلتون بخواد تست کنین یا تستشون بکنین حتما. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای دیگه، تا ویدیوهای بعدی. تو زبونی حرف میزنم. تا ویدیوهای بعدی. خدا مطمئنی ماست نمیخوای؟ نه الان واقعا دیگه داره میاد پایین. دارم یعنی اون داره میاد پایین، ندارم میام پایین. داری میای پایین؟ آره.